خب خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدین. چند تا نکته رو نگم، خیلی بی‌معرفتم، برای همین خواهش میکنم که این قسمت رو منو تحمل کنی. یکی این که من خیلی سپاسگزارم در واقع به خاطر محبتایی که شد برای اینکه ما بتونیم بهتر در خدمت شما باشیم با شرایط فنی مطلوبتر و موقعیت بهتر. از سردار مهری عزیز، فرمانده محترم راهبر کشور، سردار امیری عزیز، جناب سرهنگ جهانی و همه دوستان خوبمون خیلی ما لطف کردن. یه مطلب دو این که من از بچه‌های صحنه و دکورمون خیلی تشکر میکنم. خیلی کار سختی بود موقعیتی که ما داشتیم، یه ذره متفاوت با ادوار گذشته ماست. فضایی که حالا سعی کردیم ما به سمت یک سادگی بریم که خیلی در واقع اگه می‌خواستیم دکور عجیب غریب بسازیم به راحتی واقعا میتونستیم این کارو بکنیم، اما ترجیح و انتخاب امسال ما یه ذره ساده تر شدن صحنه‌مون بود. انقدر که صندلی پارسال رو زدیم زیر بغلمون آوردیم. برای همین من از بچهای صحنه و دکورم خیلی تشکر میکنم، از همه رفقام که تو این در واقع 50 60 روزه اخیر دویدن برای اینکه امروز خدمت شماها باشیم. این یه مطلب. چی دیگه میخواستم بگم یادم آقا من نکته بهتون بگم. دیروز ما یه جای گفتگو با فرشاد راجب خیلی بیدلیل من پرسیدم، خدا میدونه دو تا رفیق خوبم من دارم، حالا بعضی هم بهمون متذکر شدن و پیغام پسخوان دادن. من اصلا دو تا از رفیقام در واقع شغل دومشون شغل دوم دولتی نه، شغل دوم کاسبیشون مرغداری هست. حتی الان تو صحنه ما داریم که دوستانی که کارشون نمی‌جان وایسادن اینا. یه جایی از بحث ما با فرشاد من یه سوالی کردم و فرشادم جواب داد روز گذشته، بحث مرغ هورمونی. اتفاقا دلیلش هم اینه که من چون خودم گوشت سفید بیشتر میپسندم، اذان حالا همه زبون روزه میدونم خیلی صحبت خوبی نیست. گوشت قرمز معمولا یه ذره ممکنه ضررش بیشتر باشه. من ازش سوال کردم، همین فرشادم جواب قاطع گفت آقا نه اینجوری نیست. منم اصلا نمیتونن در واقع مرغ هورمون بزنن، اگه میزدن که بدونم ورزشکارا میخوردن و از این صحبت ها و اینا. بعدم تو کشور ما یه جای جدی داریم به اسم دامپزشکی. تو این حوزه یه وقت خدایی نکرده کسی برداشت این شکلی نکنه که آی یک جوی به راه انداختن، اصلا از این خبرها نیست. من میدونم که چقدر اتفاقا سخت میگذره به خیلی از دوستانی که دارن کار تولید تو کشور من انجام میدن، مخصوصا حالا فارغ از حوزه‌های صنعتی و کشاورزی و اینها. مرغداران عزیزم همینطور بعضی موقع کارشون کساد، حمایت نمیشن، یه جایی مشکل و گرفتاری دارن. اینا رو همه رو میدونیم ما. ان شاءالله که کاسبیتون رونق داشته باشه و خدا اون روزو نیاره کسی بخواد در واقع تعمدن بدنام بکنه یک صنف و تباری رو. آقا خیلی مخلصی، ما مرغ خوریم کلا، البته اون که ترجمه مایی باشه ولی مرغ خوریم. برای همین من از فرشاد پرسیدم ماجرا رو، گفتم اینو تعریف کنم که و خدا نکره به کسی بر نخوره دیگه. تو این روزا هر چی میگی با هر منظوری باید فراش بیایی در واقع دلبری کنی دیگه. ولی چون واقعا من نگاهم این نبود گفتم که این نکته رو توضیح بدم. راجع به آیتمی هم که پخش شد پشت صحنه بازم تکرار میکنم، خیلی دوست داریم ویدیوهاتون رو برای ما بفرستین. ثانیه‌های آخر برنامه دوربینتون اینجوری بگیرید، دوربینتون در واقع تلویزیون بگیرید، برگردین خودتون، مامانتون، خالتون، عمتون، ان شاءالله که قابل پخش باشن همه دیگه، یعنی یه جوری باشن که بشه پخش کنیم اینا. راجع به برنامه صحبت کنیم، برنامه بفرستیم، ما پخشش میکنیم فرداش. اگه تو اون کانال هم باشه خیلی خوبه. هفت شد اومد سری اینو بگم. اینو من کار دارم که دارم تعریف میکنم، الکی از این فضاها نیست. این موبایل حمید البته موبایل من نیست، من موبایلم اینجوری نیست. اینو شما الان باز کنید، رمز چنده حمید؟ من رمز ندارم. اینو باز کنید شما، دلیلش هم توضیح میدم بهتون. عدد 7 رو برای شماره 2780 پیامک کنید. یعنی عدد 7 رو اون پایین میزنید، شماره چیه که بالا میخواین ارسال کنید؟ 2780. چند تا ماجرا داریم ما. یک، دو سه تا موضوع قرعه کشیمون که مال برنامه است تو این اپلیکیشن 780 اتفاق میفته. در واقع انتخاب ویدیوهای برتر اینجا اتفاق میفته. مهمونای عید فطرمون که یه قولی دادیم ما و گیر کردیم توش، قراره که افتخار داشته باشیم و میزبان باشیم برای معسلیه عزیز یه تعدادی، در اپلیکیشن 780 اتفاق میفته. اگر هم بحث خرید شارژ و اینها هم داشته باشین، یه قول خیلی خوبی بچه 780 دادن و اونم اینه که اگر شارژ هم در واقع که طبیعت خرید هر کسی ممکنه باشه، همون عدد خودتون رو خرید میکنید از 780.
اما یه درصدی رو اختصاص پیدا میکنه به قلک محسنین و این خیلی خوبه. ما پیگیرم هستیم، بچه‌ها تصویرش هم نشون میدن به شما که کجا میره و چه اتفاقی براش میفته. آقای سرعتی جان. بله؟ خیلی ممنون. این یه مطلب راجبه حالا به اصطلاح مسابقه یا پویش یا همون کمپینی که ازش صحبت میشه، راجبه این که مؤثر خودتون رو با قهرمان زندگیتون بسازید، من خواهشم اینه کاری با آدمایی که صاحب شهرتن نداشته باشین لطفاً. خب اونا که به اندازه کافی حالا شهرت دارن، عزیزن و اینها، دنبال قهرمانای خاموش خطتون باشین. شهرتون، دیارتون، روستاتون، کسی که میدونم خیلی ها صحبت از قهرمان زندگیتون میشه سراغ پدر مادرتون میرین. پدر مادر عزیز، تاج سر، ما مخلصشون هم هستیم، اتفاقا مشاور خوبی هم هستن. شاید بتونن کسی دیگه ای رو در اقوام، در آشناها، در اطراف اکناف شما، همسایه‌ای شما معرفی کنن. شاید داییتون، خالتون، پدر بزرگتون، پسر خالتون، همسایه‌تون، کاسب محلتون، دو تا کوچه اونورتر کسی باشه که زندگی متفاوتی داشته باشه و از نظر شما میتونه قهرمان باشه. با تلفن همراهتون یا با هر دوربین اگه میتونید، مهم نیست. مهم اینه که صداتون شنیده بشه، یه جای خوبم پیدا کنین، خوش آب و هوا باشه، ترتمیز باشه، یه زحمتی براش بکشید. بازم تکرار می‌کنم، اینجوری بگیرید، اینجوری نگیرید، قابل پخش نیست. باهاش صحبت کنید 5 الی 10 دقیقه. این ویدیو رو برای ما بفرستین. سایت mahaasal.tv میتونه در واقع ویدیوها رو از شما بگیره. در طول برنامه سعی می‌کنیم پخش کنیم. به 5 تا از این اتفاق خوبی که افتاد، چون دنبال قهرمان می‌گردیم، قهرمانای سرزمینمون، شرکت محترم پاکستان هم که خودش واقعا تو حوزه تولید ملی ما قهرمانه، اومده کنار این ماجرا و گره خورده و داره حمایت میکنه برای اینکه این اتفاق بیفته، بتونه قهرمان‌ها رو معرفی کنه. روز عید فطر هم ان شاءالله به امید خدا به 5 تا از سازندگان این ویدیوها، چون ما مثلا 10 ساله شده، 10 سکه بهار آزادی نفری تقدیم خواهد شد. یه ویدیو که اون ویدیوی ششمه که مردم بیشترین رأیو بهش میدن تو اپلیکیشن 780، اون در واقع 15 سکه بهار آزادی میگیره. سکه الان چنده؟ سکه چند؟ 1 تومان هست دیگه ها. دوستان همه سرشون تو حسابه. بس 5 نفر نزدیک 10 میلیون، اون نفر ششم 15 میلیون تومان. 15 میلیون تومان تقدیمش خواهد شد. بچه چیز دیگه میگفتم؟ چقدر حرف زدم، ببخشید. دیروز چقدر خوب شده بودم، آقا شده بودم، حرف نمیزدم. دیدید؟ حالا کلی کامنت دادن که چرا حرف نمیزنی؟ حرف بزن. اگر قصه تماشایی باشه که همیشه هم همینطوره، ترجیح من قطعا سکوته. مثل شما با تماشای یک قصه است. بسیار. امروز شاید بعضیاتون خبرش رو شنیده باشین، بعضی هم شاید نشنیده باشین. یه خبری رخ داد و همه شنیدن که یک بانوی، یک خانومی در سرزمین ما به عنوان اولین بانویی که مجرد هستند اما تونستن حضانت یک بچه رو به عهده بگیرن و این خبر دست به دست شد و ما ازشون خواستیم که دعوتشون کنیم اینجا بیان روی صندلی بشینن و با شما صحبت کنن و قصه زندگیشون رو برای ما تعریف کنن. برای همین من پیشنهاد میکنم حتما قصه امروز ما رو تماشا کنیم و گوش کنیم، برای اینکه پر از فراز و نشیب خواهد بود و شاید برای کسایی که زود در مورد موضوعات مختلف قضاوت میکنن در برابر یک عکس، یک خبر، یک تصویر و شنیده های دیگران روز خوبی باشه. برای همین من دعوت میکنم از سرکار خانم آرزوی افشار که تشریف بیارن و آغاز کنیم گفتگومون. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. دیدید هر کی از این روی این مهارت میشه من سکته میکنم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. دوستان عزیز ببخشید این امیر جان حالت والیبالی من از این بالا میفرستم شما بگیرید. خانم خیلی خوش اومدید. ممنونم. خیلی ممنون که به برنامه ما تشریف آوردین و قرار شد که اینجا راجع به این خبری که حالا تعدادی شنیدن حرف بزنیم. دوست دارید سلام و حال احوال کنید یا بریم سر قصه؟ سلام میکنم هم خدمت شما و هم بینندگان خوب برنامه ماه‌عسل که فکر میکنم امسال 10 ساله شده و بهتون تبریک میگم. خیلی ممنون که شما فهمیدید برنامه 10 ساله شد. کل مهمونا میگفتن خیلی ممنون که شما 10 ساله شدید. یه نمور انگار شما استرس دارید. طبیعیه. چرا طبیعیه؟ خب به هر حال ماه‌عسل اولین انتخاب من بود برای صحبت کردن رو در رو
با مردم. در حال استرس داره. چرا راجع به این قصه تا جایی حرف نزدی؟ هیچ جا. قطعا ماجرای جذابی بوده. سراغتون نیومدن؟ خیلی سراغمون اومدن ولی خودم ترجیح دادم اول تو برنامه ماحصل باشم. من موضوع رو برای هموطنای عزیزم تعریف کردم. در شرح خبر و تفصیل خبر اینجوری ذکر شده بود که شما اولین خانومی هستید که با اینکه مجرد تشریف دارید اما طبق یک قانونی که اومد اما راجبش اما اگر زیاد بود و در واقع نظرات کارشناسی متنوع، شما نفر اول هستین در یک صفی، شما نفر اولین. خب این متفاوته که به شما اصطلاحاً در واقع مسئولیت یک بچه سپرده شده. چیه ماجراش؟ از کجا شروع کنیم که این بچه نصیب شما شد؟ از هر جایی که دوست داریم بپرسیم. چرا دوست داشتین بچه بگیریم؟ خب راستش نمیتونم بگم از ابتدا دوست داشتم. این بچه‌ای که من انتخابش کردم در واقع اول عشق من شد و بعد انتخاب من شد و از همون لحظه تصمیم گرفتم که مادر بشم. میتونم یه سوالی بپرسم از شما؟ بله. خب ببخشید این سوال بپرسم. ازدواج میکردین به موقع صاحب مثلا 5 تا بچه میشد؟ خب اگر دوستان جوابتون رو خیلی رک بشنویم، بله ایدئال خودم هم همین بود ولی متاسفانه فرصتش برام پیش نیامد. فرصتش بیشتر؟ بله. یعنی مشغله داشتین یا کیسی نبود؟ نه موقعیتش پیش نیامد هیچ وقت. ولی در واقع شما خودتون یعنی در سلیقتون و ذائقتون گاردی نسبت به ازدواج ندارید؟ نه اصلا. یعنی جزء کسایی نبودین که موافقید که هیچ وقت نباید ازدواج کرد؟ من دوست ندارم. به هیچ عنوان. من حس میکنم خانواده مهمترین رکنه و حس میکنم که خانواده داشتن که اولین پایش ازدواج کردنه لازمه زندگیه. در واقع قسمتتون نشده ازدواج؟ دقیقاً. به روایت. بسیار. شما دانشگاه تدریس میکنید؟ بله. کتاب تألیف کردید چند تا؟ مترجم تشریف دارید و کارهای مختلفی میکنید. یعنی موفقیت‌های بزرگی هم تو این حوزه ها داشتید. چند بارم بازی کردید سریال و فیلم ها؟ بله. آوای باران من خاطرم هست از شما. دیگه چی بوده؟ این اواخر سریال همه چیز آنجاست بود، در نقش شایسته بودم و تلفیلم های مختلف و فیلم های سینمایی. ولی بیشتر انگار شما اهل تدریسین تا بازی؟ نه اتفاقا بیشتر اهل بازی هستم، منتها با تدریس یه جور دیگه گره خورده سرنوشتم. بسیار. یه آیتمی با هم تماشا کنیم برمیگردیم. قصه ایشون اصلا به همین سادگی که فکر میکنید نیست. خیلی فراتر از اون یک خبری که من برای شما تعریف کردم. حتما تا انتها تماشاگر ما باشید. شوهرمه، سایه سرمه، نوناور خونمه، نمیتونم همینجوری ولش کنم به امون خدا. این بچه واقعا حیفه. سعادت میخواد در آمنه حضور داشتن. سعادت میخواد در کنار فرشته های آسمونی زندگی کردن و بهشون خدمت کردن. هر کسی که میاد توی آمنه خیلی عمیق‌تر فکر میکنه به اینکه کجا هست و چی کار میتونه انجام بده. من سوار بشم، با من سوار میشی؟ نه تنهایی؟ خب بذار من سوار شم. مادر فکر میکنم بزرگترین واژه هستیه. این
اینجا تولد دوباره‌ای برای من بود. من گذشته خودم رو اینجا پیدا کردم، واقعیت رو. تلخه ولی الان برای خودم شیرینه. تشریف بیارید پایین برای اینکه گفتگوم رو ادامه بدیم با سرکار خانم آرزوی افشار. چه حسیه خانم؟ سالها شما تجربهش نکردید، نمیخوام راجع به سن و سالتون صحبت کنم چون میدونم در اثر خواهد داشت، اما چون قانون و مردم میتونن سرچ کنن خب حتما میدونن که شما سنتون چند سالی فراتر از 30 سالگیه. بله. چندین سال فراتر از 30 چند روزی. چند روز و چند سالی. تا قبل از مطرح شدن این قانونه یا اینکه شما تلاش کنین بهش برسین فکر میکردین به این ماجرای مادر شدن و این جملاتی که راجع به مادر تعریف کردین، یا در لحظه به ذهنتون رسید که من این چیز زندگیم خالیه، خب من یه زنم و باید مادر باشم؟ خب از فرمایشات شما کاملا مشخص بود که خیلی هم ازدواج دوست داشتین اما قسمت نشده. بله. پس کجاست جای این حس بیکران مادری در زندگی؟ اینجوری بوده؟ میشه گفت اینجوری بوده، ولی انقدرم ناراحت نبودم از اینکه مادر نیستم. یعنی نمیتونم بگم نه همه زندگی من تعطیل شده بود که حتما باید مادر باشم که اتفاقی بیفته. گفتم که پارمیدا همین دختر من عشق من شد در وهله اول. همین؟ آها، یعنی توی اتفاق این رخ داده؟ بله بله. یعنی اگر شما پارمیدا رو نمیدیدی ممکن بود که هیچ وقت این کارو نکنید؟ شاید این کار نمی کردم ولی به نوع دیگه سعی می کردم مادر شدن. شما چند سال توی مجموعه شیرخوارگاه آمنه رفت آمد داشتید؟ در خود مجموعه شیرخوارگاه 2 سال. 2 سال تموم. یعنی 2 سال اونجا در واقع خدمت می‌کردین تا با پارمیدا برخورد کردین؟ نه، اگه بخواین از اولش بگم یه جور دیگه بود. اول با پارمیدا برخورد کردم و بعد خدمت کردن رو شروع کردم. آها، اصلا دلیل حضورتون بله. اونجا خود پارمیدا؟ بله. خب برامون از این آشنایی تعریف کنیم و اینکه این مسیر چجوری طی شد که الان امروز دختر شماست. راستش ما بعد از سریال آوای باران خیلی فرصت‌ها در اختیارمون قرار گرفت که به مراکز مختلفی ماها رو ببرن، از جمله مراکزی که بچهای کار توش نگهداری می‌شدن، شیرخوارگاه‌های مختلف، خانه سالمندان و غیره. و به نوعی خودم خیلی دوست داشتم که کار کنم با این قشری که به هر حال متفاوت‌تر هستن از بقیه مردم. این بود که خودم پیشنهاد دادم که در قالبی خیلی جدی‌تر با سازمان بهزیستی کمک کنم که اولین پیشنهاد اونها به من این بود که به عنوان مدرس تئاتر با بچه‌های کوچیک‌تر و نیز رده سنی 12 تا 18 سال دختران کار کنم. به تبع نمایش خلاق رو با کودکان آمنه شروع کردم. یه مدتی کلاسای من گذشت تا اینکه یک روزی دیدم کلاسام کنسل شده و فکر کنی من هر هفته در هفته یک روز اون موقع میرفتم. خیلی با عشق میرفتم و وقتی که گفتن کلاس کنسل شده خیلی عصبانی شدم. خیلی رفتم با جدیت نشستم در سالن آمفی‌تئاترشون که گفتن قراره اینجا تولد بچه‌ها برگزار بشه و در ماه یک روز رو به تولد و جشنشون اختصاص میدن. اونجا بود که نشسته بودم و داشتم بچه‌ها رو میدیدم و خودم هم خیلی غمگین بودم که حالا میگم چرا غمگین بودم. خیلی یعنی نمیتونم بگم، خیلی شرایط بدی برام بود. ناخودآگاه یه لحظه داشتم نگاه میکردم دیدم یک موجودی شبیه بچگی من رو دستا هستش که داره به سمت کیک هدایت میشه. یک بار فکر کردم دارم اشتباه میبینم، دوباره نگاه کردم و واقعا خودم بودم. یعنی هیچ تفاوتی با من نداشت. رنگ چشم، چهره، همه چی، هر آنچه که شما فکر کنید بتونه یک موجود رو شبیه یک نفر بکنه در این بچه وجود داشت که حالا بعدها هرچی جلوتر هم رفتیدم گروه خونیشم عین خود منه.
انقدر شبیه من بود که بعضی اصلا فکر میکنن که همین بچه شکیب ممکنه باشه، چون همزمانم بود با همون سریال. تو فیلم دی؟ بله دقیقاً. و از اونجا بود که به هر حال تولد تموم شد، ولی واقعا ذهن من مشغول شد. یه سوال بزرگ برای من و خیلی پیش میاد، اگه پارمیده شبیه بچگی شما نبود، شما هرگز بچه نمیگرفتین؟ شاید توجهمو انقدر به خودش جلب نمی‌کرد. نمیدونم. شاید تو همون پروسه‌ای که من افتادم امکان داشت که غیر از پارمیده‌های دیگه‌ای بیان و وارد زندگیم بشن، کما اینکه الانم در شیرخوارگاه آمنه یک پسری هستش که من خیلی دوستش دارم و همسن دختر منه و اگر میتونستم اون پسرم به فرزندی قبول میکردم، ولی نمیتونید یا موافقت نمیشه؟ نمیشه. به هر حال شما میخواین؟ من میخوام، ولی قانونی هستش که قانون این اومده که حتما فرزند باید دختر باشه. بعد به هر حال اون لحظه در ذهن من جرقه‌ای شد و خیلی فکر کردم. یعنی یک هفته‌ای که اومدم تا کلاس نوبت بعدیم شروع بشه در شیرخوارگاه، دائم داشتم به این قضیه فکر می‌کردم که و دلم براش تنگ شده بود. دفعه بعد که برگشتم خواهش کردم که این بچه رو به من نشون بدن. منو هدایت کردم به سمت بخششون و گفتم من خیلی دوست دارم که باشم در کنارش و گفتن که حتما باید داوطلب بخششون بشی و از همونجا بود که تصمیم گرفتم شغل مقدس داوطلبی رو داشته باشم و در کنار عزیز دلم باشم. حتما شما یه کفش آهنی پاتون کردین دیگه برای اینکه در واقع بشین مادر پارمیده، چون خیلی دوست دارن. شما چجوری این کار ابتدا فکر نمی کردم. موقعی که لباس داوطلبی رو پوشیدم تقریبا و هر روز دیگه حضور داشتم در اونجا. دومین روز بود یک بار زنگ زدن و آمار داوطلبی رو میگرفتن. یه خانم مربی فرمودن که مامان پارمیدا اینجاست و از همونجا اصلا یه ذره ذهنم قلقلک شد. شاید اصلا فکر مادر رو نداشتم تا اون لحظه، فقط بچه رو خیلی دوست داشتم و اینکه شبیه خودم و به نوعی یادآور گذشته زندگیم بود و داشتم میدیدم. از همون لحظه بود که یه ذره مادربار با این قضیه کنار اومدم. کم کم که گذشت، چند ماهی که گذشت، سعی کردم راجبش تحقیق کنم و فهمیدم پارمیدای من حاصل تصادف هستش، سوانح جاده هستش و برای همین تو لیست فرزند خونده نمیره و خیالم راحت بود. میگفتم خب در کنار من هست. یعنی توی سانحه‌ای پدر و مادرش از دست بله. و خیال من راحت بود که حالا تو لیست فرزند خوندگی نمیره تا حالا ببینن که مثلا فامیل های نزدیک رو پیدا کنن و اینا، که کماکان تلاششون اونا ادامه پیدا میکرد تا اینکه دیگه قطع امید شد و من دیدم داره بچه میره تو لیست فرزند خونده. دقیقاً پارسال ماه مبارک رمضان بود که قرار بود همون پارسال من مهمان شما باشم. بله. برای در واقع زندگی خودم، ولی اون هم قسمت من نشد و من باز تمام روزها و به خصوص شب‌های قدر رو در آمنه بودم. ما پارسال شما رو در واقع دعوت نکردیم چون پارسال شما بچه نداشتین. نه چرا، دعوتم کردن، خودم نکردم. نه یعنی هنوز بچه تو بغل شما نبود. بله دیگه؟ نه، به خاطر زندگی خودم قرار بود که اینجا حضور داشته باشم. ولی خب فرصتی داده شد تو ماه رمضان در همون مکان مقدس که من صحبت کنم. چه پارمیدا اومد تو خونه شما؟ پارمیدا دقیقاً 6 ماهه که در منزل ما. یعنی 6 ماه بعد از ماه رمضان پارسال. بعد از ماه رمضان پارسال. تو ماه رمضان پارسال به من فرصتی داده شد که بتونم بیان کنم عشقم به پارمیدا رو، بتونم سرگذشت خودم رو بگم در همونجا و همین قضیه باب خیری شد که این قانونی که تصویب شده بود تصمیم گرفتن که اجرایی بشه. در واقع کار سختی هم نکردن، فقط عشق منو باور کردن و بعد بقیه مراحلی که پیش رفت. و البته خیلی سخت بود، نمیتونم بگم که نه، بسیار راحت بود. قانون اجرایی شد چون اولین بار بود، بسیار سلیقه‌ای اعمال میشد خیلی جاها، ولی همین که شما گفتین کفش آهنین به پام بود و میدویدم برای دست بردنش. طبیعت این اتفاق هم همینه، چون بالاخره اون بچه‌ها امانتن تو مجموعه. دقیقاً. این که یقینه واقعا اولویت همه که بحث خانواده است، یعنی داشتن پدر و مادر. این که بی‌نظیره.
اما مرحله بعدی بچه‌های این شکلی که تو کشور ما هستن قطعا اگر بتونن وارد خانواده بشن، یک خانواده امین، یک خانواده سالم، یک خانواده‌ای که حداقل این ضمانت رو برای اون کمیته، برای اون کارشناسایی که کار میکنن، برای قاضی که میخواد امضا کنه، برای کارشناس بهزیستی، انقدر محکم و راسخ باشن که بگن آقا خوشبخته بره تو این خانواده، خوشبخته با این آدم زندگی کنه. باز هم میشه خانواده در مرحله دوم، خانواده‌ای که بپذیرنش. بعد این قانونی که باز به نظرم در واقع سختگیری درش زیاده و طبیعی هم هست. بالاخره اون کسی که باید امضا کنه باید خیلی مطمئن باشه که این بچه اومد تو خونه شما، در واقع خدای نکرده بلا تشبیه اینو میگم، بالاخره بودن بعضی که اتفاق افتاده، از بچه سوء استفاده نشه، تربیت بچه چی میشه، آینده بچه چی میشه. چون تو باید یه شناخت عمیقی نسبت به اون آدم داشته باشی که امانتی رو بهش بسپاری. و ما برای همین کار سختیه. مشاوره خیلی طولانی داشتیم، یعنی خیلی بیشتر از زوجین من مشاوره شدم. ماها و ماها طول میکشید، علاوه بر جلسات پزشک قانونی که بود، عدم سوء پیشینه و خیلی چیزهای دیگه. مشاوره ها کمترین زمانی که میتونم بگم 3 ماه طول کشید. 3 ماه طول کشید؟ 3 ماه طول کشید که من مشاوره میرفتم تا تایید بشم از همه جهت. تو مشاوره به شما چی میگفتن؟ در وهله اول همین ازدواج رو مطرح میکردن که چی؟ چرا خودتون ازدواج نکردین؟ این تو تمام مشاوره ها بود بدون استثنا. و اینقدر جواب داده بودم این قضیه رو که به هر حال اونجا هم نمیتونستیم بگیم فقط قسمت بوده. اینقدر جواب داده بودم که دیگه خسته شده بودم، یعنی اصلا یک چیز تکراری بود که اول تمام مشاوره ها میگفتم و بعدش خیلی چیزهای دیگه، شناختی که راجع به کودک داشتم، آینده کودک، کارهایی که میخوام انجام بدم و آیا تصمیمی که گرفتم درسته یا نه، تمام اینا بررسی شد. و خیالشون آسوده شد که شما میتونید مادر خوبی برای پارمیدا باشید. دقیقاً. من فکر کنم اینجا قسمتی که باید راجع به اون بچه تمایزه حرف بزنیم، برای اینکه خیلی این سوال تو ذهنشون پیش میاد. الان خیلی از خانم‌های مجرد ممکنه ما رو تماشا بکنن که مثل مهمون برنامه دیروز ما صف نونوایی نرفتن و اینا و دوست دارن خب مادر شدن رو در واقع تجربه بکنن. اینکه ازدواج اگر اتفاق بیفته که عالیه، بی‌نظیره، اما وقتی نشد بالاخره این بچه‌ها احتیاج به یک محبتی دارن. من دیدم این حرف من نمیدونم بگم یا نگم، ولی بعضی موقع این بچه شما خیلی بهتر میدونی، حداقل چند دقیقه آتی مردم میفهمن که شما تو این قصه خیلی کارشناس دارید. این بچه‌ها بعضی موقع چند بار خانواده از دست میدن. دقیقاً. یه مربی میاد چند سال باشون هست، میره بازنشسته میشه، یه اتفاق. مربی بعدی یه معلم، با یه معلم اخت میگیرن، با یه مشاور اخت میگیرن، میره یه مؤسسه دیگه، میره یه مرکز دیگه، هی اتفاقی میفته. اگر توی خانواده خوب بره این بچه، خب معلومه که فوق العاده است، اما قطعاً قانونگذار و کسی که داره تصمیم میگیره تو مرحله سوم ماجرا که در واقع یک خانم مجرده که میخواد این بچه رو در واقع مسئولیتش به عهده بگیره، سختگیری کاملا طبیعت قصه است. اما بازم بهتر از، ممکنه بعضی موقع بهتر باشه از این زندگی که بعضی هاشون در واقع دارن سپری میکنن. همه از من سوال میکنن و من از شما یقین دارم چرا به بقیه این بچه رو ندادن، به شما دادن. خانم، شما اولین خانم مجردی هستین در کشور ما، بالای 30 سال، 30 و اندی سال، که الان مادر شدید و یه بچه رو به حضانتش قبول کردین و مسئولیتش با شماست. چرا؟ این همه، ببخشید، این همه خانم دیگه تو کشور ما هستن، خیلی خوبن، متخصصن، متعهدن، سلامتن، بلدن از یک بچه حفاظت کنن و پرورشش بدن. خب چرا شما اونجایی که بعد از اون 3 ماه جلساتی که میرفتیم، آدمایی که پشت اون میز نشسته بودن گفتن خیالمون راحته، این خانوم میتونه، خودشه، بچه بهش بدید. تنها مشکلی که اونا با من داشتن فقط نداشتن همسر بود. یعنی از بقیه جهات اگر میخواستیم بررسی کنیم، از لحاظ تحصیلات، جایگاه اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، به هر حال منو به عنوان مادر همه تایید کردن، ولی خب ترجیح میدادن که قطعاً یک پدری هم در کنار این بچه باشه، که حالا دیرم نشده، امیدوارم که در آینده اتفاق بیفته و پارمیدا صاحب بهترین پدر دنیا بشه. ولی اینکه چرا با من این قانون شروع شد خیلی سخته ها، ولی
چون درد مشترک من و تمام این بچه‌ها یکیه. به خاطر اینکه من خودم همجنس تمام این بچه‌ها هستم. اینه که میفهمم. اینه که من الان میفهمم که به هر حال در نهایت تمام ماها آخرش بی‌پناهیم. ما توی مصاحبه‌ای داشتیم، من آفرین رو داشتم با زن‌هایی که هم قشر خودم بودم مقایسه می‌کردم و همه میگفتن چرا آفرین برای شکیب گریه کرد به اون شکل وقتی شکیب این همه اذیتش می‌کرد. و من گفتم اشتباه نکنین، آفرین برای بی‌پناهی خودش گریه کرد وقتی که اونو از دست داد. اینه که ماها در نهایت بی‌پناه هستیم، ولی چقدر قشنگه که بتونیم در اوج بی‌پناهی بفهمیم که میتونیم پناه خیلیا باشیم بعد از خداوند. به ما واضح‌تر توضیح بدید. واضح‌ترش اینه که وقتی من البته خب خیلی سن بالا من این قضیه رو متوجه شدم و فهمیدم که خود من هم از بچه‌های شیرخوارگاه آمنم. به طبع وقتی این قضیه رو فهمیدم نمیتونم بگم تو وهله اول خوشحال شدم، نمیتونم بگم مثل همین الان در این جایگاه با افتخار نشستم و گفتم نه من بچه آمنم. چه احساسی بهتون دست؟ شوکه شدین؟ تمام زندگی من به هم ریخت. یعنی در واقع میتونم بگم تا 5 سال زندگی من ساکن بود. یعنی شما الان به من گفتین که گهگداری بازی میکنین، نه من همیشه بازی میکردم. وقتی که قضیه خودم رو متوجه شدم کاملا دیگه تمام زندگی رو گذاشتم کنار، حتی ادامه تحصیل رو گذاشتم کنار. یعنی نمیتونستم، یعنی انقدر تعطیل شده بود همه چی برای من که نمیتونستم ادامه بدم. این بود که مدتها بله شوک بودم، مدتها خودم رو سرزنش میکردم، اطرافیان رو سرزنش میکردم. نمیدونم همین بحران هویتی که میگن و تمام ماها بهش یک روزی دوچار میشیم، همه، چه اونایی که سرنوشتشون رو ازشون مخفی میکنن و چه اونهایی که بهشون میگن، باز اونایی که گفته میشه بهشون خیلی کمتر با این قضیه شما مواجه چند سالتون میشن. بود که فهمیدین شما هم مال شیرخوارگاه آمنه؟ من 10 سال نمیشه. یعنی 20 خورده سالتون بود فهمیدین که میتونم بپرسم یعنی چه شکلی بوده؟ مثل پارمیدا؟ نه من رها شده بودم. میخواین این قصه رو بعد از آگهی‌ها تعریف کنیم؟ پس ما به یک درکی رسیدیم و اونم اینه که شما هم قصه اید با پارمیدای شیرخوارگاه آمنه. با پارمیدا و تمام بچهای شیرخوارگاه. چرا که خود شما هم در واقع در کودکی رهاتون کردن پدر مادرتون. آگهی‌ها رو ببینیم، برمیگردیم نزدیک 30 و باز هم میگم اندی سال پیش و با خانم افشار صحبت میکنیم که این درک مشترک از کجا منشأ میگیره. زود برگردیم لطفاً. سلام مامان بزرگتونم. سلام نوی‌گلم، تو اینجا چی کار میکنی؟ مامانم من آورده که اینجا با شما بازی کنی. خوب کاری کردی اومدی، منم دلم براتون تنگ شده بود. مامان بزرگ میای بریم با هم دیگه تاپ بازی کنی؟
از این جمله خوب باشی به نظرم در حالا به شرط حیات در روزهای آتی محصل بیشتر خواهیم شنید برای در واقع اجرا کردن اون کمپینه. برای همین هم است که من خواهش میکنم برای اینکه بتونیم راحت تر با هم دیگه دست بدیم تو این قصه و مثل پارسال یک گل بزرگ بزنیم. تفاوتش هم پارسال اینه که پارسال بحث مالی توش مطرح بود و چقدر آدمای نازنین اومدن کمک کردن. امسال همه تلاشمون داریم میکنیم که بتونیم از مهارتامون، استعدادهامون و توانایی‌هامون استفاده کنیم. یک کار بسیار بزرگیه که شرایط فنیش ذره پیچیده است. فکر می‌کنم تو هفته آینده شروع کنیم با شما انشالله. بسم الله شو بگیم. برای همین من خواهش می‌کنم اگر که بخواید اطلاع بیشتر از این ماجرا داشته باشین، همین الان عدد 7 رو به شماره 2780 پیامک کنید. اپلیکیشن 780 رو در واقع شما دانلود کنید که بعد بتونیم با هم راحت‌تر در ارتباط باشیم. ضمن اینکه نظرسنجیامون و ویدیوهامون هم اونجا اتفاق میفته. به شدت من این ماجرای این کمپین ماحصل خودتون رو با قهرمان خودتون رو بسازید و دوستش دارم. فکر می‌کنم چه اتفاقات درخشانی قطعاً ازش خارج خواهد شد. برای همین بسیار سپاسگزارم از شرکت محترم پاکسان که در کنار ماحصل قرار گرفته برای اینکه این اتفاق بیفته و این قهرمانا پیداشن، توسط شماها فیلماش گرفته بشه و ازشون تقدیری بشه. باور کنیم بعضی از اینا کسایی هستن که شاید پس برای افسوس بخوریم، کسی قصهشون رو کشف نکرده، درکشون نکرده و اگر یه روزی از دنیا برن این قصه رو هرگز کسی نخواهد فهمید. برای همین میتونیم یه اتفاق بزرگ رو با هم دیگه انشالله رقم بزنیم. عرض کنم که رسیدیم به این قسمت ماجرا که شما خودتون راحت‌تر حرف بزنم دیگه، خیلی قلم سلم صحبت نکنیم. شما خودتون رو سر راه گذاشتن. بله. یعنی شما بچه سر راهی هستید. بله. کجا، کی، چجوری؟ در یه روز داغ 29 مرداد در یکی از سالهای دهه 50 در حرم حضرت شاه عبدالعظیم با نامه‌ای از پدر عزیزم که گفتن به دلیل نداشتن مال فرزندم رو سر راه میذارم و هر کس که صاحب اون شد به اسم خودش براش شناسنامه بگیره. صداش میکنین پدر عزیزم؟ بله کاملا. شما رو گذاشته سر راه؟ اشکال نداره. ببینید اتفاقا زندگی من و همینطور داوطلب شدن من این فرصت رو به من داد که ما قضاوت نباید بکنیم راجع به پدر مادرامون. به هر حال هزاران مشکل وجود داره، جهل فرهنگی وجود داره، به تب هیچ کس نمیاد جگرگوشش و پاره تنش رو بذاره سر راه اگر خودش بتونه اونو نگه داره. خب اینو واقعی میگین یا دارین شعار؟ واقعی دارم میگم. هیچ وقت قضاوت. یعنی شما از پدر مادرتون گلگی ندارید؟ هیچ گلگی ندارم. خیلی هم ازشون ممنونم به خاطر اینکه حس میکنم همیشه ته قلبم از اون موقع که فهمیدم حس میکنم که آدمای خوبی بودن. هیچ وقت قضاوتشون نکردم و امیدوارم که اگر هستن سلامت باشن و اگر هم در دنیا نیستن. چند وقتتون بود که توی حرم شاه عبدالعظیم پیداتون میکنن؟ یک روزه بودم. یک روزه بود؟ بله. و بعد به آمنه منتقل میشم و اونجا اسمم گلنار بوده و با اسم گلنار من رو صدا میکردن. و چرا گلنار؟ اسمی بوده که برام انتخاب کرده بودن. یعنی پدرتون تو اون دست نوشته؟ ولی اینو هنوز متوجه نشدم که این اسم انتخاب پدرم بوده یا انتخاب دست نوشته رو دارین؟ بوده. نه متاسفانه از بین رفته. ولی تو مدارکی که توی آمنه هست قید شده؟ بله بله. و ولی ساکی که باهاش پیدا شدم و دارم. چه جالب. بله. و بعد از آمنه هم که قسمت یه خانواده عزیزتر دیگه ای شدم، یه مادر نازنینی پیدا کردم که الان که اینجا نشستم شعار نمیدم به اندازه تمام مادران دنیا و با همه وجودم دوستش دارم. و اگر الان بگن پارمیدا رو بیشتر دوست داری یا مادر خوندتو، میگم مادر خوندم. یعنی شما چند سالتون بود که خانواده شما رو میپذیره؟ نوزاد بودن. بازم نوزاد بودن. در دل این خانواده زندگی میکنین تا بله. چند سالگی که به شما میگن خانم شما بله. بچه این خانواده نیستی؟ تا تقریبا مرز 30 سال بود که فهمیدم. تا مرز 30 سال. بله. خیلی ازش نمیگذره. نه نمیگذره زیاد ولی خب چرا خیلی بهتون به گفتن؟ هم بیخت. چرا بهتون گفتن؟ کی گفت بهتون؟ یکی از آشنایان خیلی دور این قضیه رو گفتن. چرا و گفت؟
ناراحتی که بهتون گفته؟ نه خیلی خوشحالم. نه واقعا چون با خنده میگی نمیفهمم. من کلا مرز جدی و شوخی مشخص نمیشه، ولی خیلی خوشحالم. الان خیلی خوشحالم که فهمیدم. میدونین مادر من همیشه این نگرانی داشتن که اگر یک روزی من بفهمم چی میشه، ممکنه رهاشون کنم، ممکنه نباشم. شما چون خودتون در واقع این به تعبیری شاید بشه اسمش گذاشت درد یا رنج یا این واقعیت رو بله گذروندین، موافقین که نباید هویت رو پنهان کرد، باید گفت. باید گفت. خب شما تو قسمت قبلی هم گفتین شوکه شدین، زندگیتون ریخت به هم. زندگیم تعطیل شد به نوعی، یعنی واقعا نمیتونستم بپذیرم خیلی چیزها رو، یعنی حتی شرایطی که داشتم ناخودآگاه همه چی به هم ریخت. شما فکر کن یک عمر با یک شناسنامه زندگی کنی، با یک اسمی، همه چی، و بعد ببینی همه چی فرق میکنه، ماهت، روزت، تمام چیزها فرق میکرد، اسمت، و اینکه خیلی سخته. شاید به گفتنش هم بگم مثلا چه فرقی میکنه، ولی واقعا سخته. پیگیری نکردین پدر مادرتون رو پیدا کنین؟ خیلی کار سخت تریه و من همیشه روزهای 29 مرداد در حرم شاه عبدالعظیم هستم. حالا این چند سال شاگردای عزیزم هم میان و اونجا برای من یک تولدی میگیرن و همیشه امید اینو دارم که حتی شده یک لحظه ببینمشون، ولی دیگه پیگیری بیشتر از این نمیشه کرد. ولی حس میکنم خیلی هم تلاشی نکردی. میترسین؟ نه نمیترسم، به خاطر اینکه مادرمو خیلی دوستشون دارم. میدونین کدوم مادرتون؟ مادر خوندمو خیلی دوست دارم. مادر خوندتون. اما بالاخره پدر مادر واقعیتون اون آدمایین که تو حرم شما رو توی اون. نمیخوام این خودخواهی من باشه. دوست دارم که الان تمام و کمال متعلق به همین خانواده‌ای باشم که منو پذیرفتن و از اون موقعی برام با ارزش‌تر شدن اینا که فرزند منم پذیرفتن. یعنی ارتباطی که دختر من با مادرخونده و پدرخونده من داره خیلی صمیمی‌تره، خیلی خوب‌تره. اینکه به شما نگفتن سالها خودش موضوعیه، اینکه هویت اصلی شما رو پنهان کردن یک ماجراییه. بله خب می‌ترسیدم. درست و غلطش هم من نمیدونم، بعضی براش دلایل خوب و بزرگ دارن. دوچار تناقضی شدم. شما از پدرتون حرف زدین، بسیار عزیز صداش کردین و گفتین به هر حال اگر اونا نبودن من تو این دنیا نبودم. حرف من اینه شما برای اینکه دل مادر خوندتون رو به دست بیارین که برای شما خیلی زحمت کشیده و اون حرفا راجع پدر مادر واقعیتون زدید که به خاطر بحران مالی و فقر شما رو تو چی گذاشته بودن؟ یک ساک دستی هستش. بله. این نوزاد یه روزه رو توی حرم میذارن و به خاطر شرایط مالی امروز که شما صاحب موقعیتید، تدریس میکنید، معلمی، تألیف میکنید، ترجمه میکنید، هنوز این انگیزه ندونی پیداشون میکنید. شاید امروز شما بتونید کمک کنید پدر مادر واقعیتون. اگر قرار باشه پیدا بشن خودشون پیدا میشن، چون حس میکنم اونا منو رها کردن، من که رهاشون نکردم. وقتی اونا میتونستن شما رو نگه می‌داشتن، اونا توان نگه داشتن یه نوزاد یه روزه رو نداشتن، چه برسین که الان شما رو پیدا کنن. به طب اگر الان در غیر حیات باشن، تصویر منو ببینن، شاید بیان به سمتن. 29 مرداد چه سالی بوده؟ بگیدش. آره بگی. قصه شما خیلی فراتر از اینه که تولدتون رو کسی بدونه. خب به خاطر اینکه دوست دارم که اگر نشسته باشم و این برنامه رو می‌بینن خودشون بیان. خب سالشو بگین خیلی بیشتر کنید. تنها چیزیه که نمیگم ولی همه رو میگم. چرا ترس از اینکه سنتون رو بفهمه یا نه میخواین خودش رو متوجه شن؟ بله خودشون متوجه شن. اواخر دهه 50 بوده اصلا. دوچار بحران هویت هم شدید؟ بله سوالات بزرگ خیلی طلبکاری که خدای چرا اتفاق برای من افتاد. اصلا فکرشو می‌کردید؟ اصلا نمیتونستم حذف کنم. نمیگفتم حالا چرا من، به هر حال هزاران نفر مثل من هستن ولی واقعا نمیتونستم واقعیت رو حذف کنم. تا چند سال اول این قضیه رو نمیتونستم باور کنم و بپذیرم که یه همچین اتفاقی برای من افتاده و خیلی غمگین تر شدم بعد این ماجرا رو که فهمیدم. من خیلی دختر سرزنده و شادی بودم، خیلی شیطون بودم و بعد از این قضیه خیلی غمگین تر شدم. حتی نقشایی هم که انتخاب کردم نقشایی بود که به سمت غم میرفت ناخودآگاه. و دارم فکر کنم بعد از پذیرش این واقعیت و شوکه شدنه شاید آدم تصمیم بگیره که یه انتقام مختصری هم از زندگی بگیره. عجیبه که شما رفتین به این سمت که حالا که فهمیدین خودتونم
یه بچه‌ای شبیه بچه‌های دیگه‌ای بودین که تماشاشون می‌کردین، اما قانع شدین که یکی رو بینشون انتخاب کنید و بیارید براش مادری کنید. ببینید فقط موضوع یک نفر نیست. میدونیم چی میگه راجع بحران نخواستن منو نخواستن. من چجوری میتونم با این کنار بیام؟ خیلی کار بزرگیه. راجع به این برامون حرف بزنید. خیلی کار سختیه، ولی همینو در اول صحبتام گفتم. ببینید در نهایت موقعی که ماها اون بی‌پناهی رو میفهمیم، اون بحران رو متوجه میشیم، هر کسی به نوعی باش برخورد میکنه. ولی من از وقتی که بعد از این سریال به خصوص و بعد از اینکه در محیط شیرخوارگاه قرار گرفتم، حس کردم چقدر وجود خودم میتونه مثمر ثمر باشه برای بچه‌ای که از قشر خودم هستن. اینکه خب به هر حال جسارت گفتنش از اول نداشتم، ولی همین بچه‌ها، همین داوطلب بودن من در اون مجموعه این فرصت رو به من داد که بتونم خیلی راحت با سرنوشت خودمم یعنی بپذیرم و آشتی کنم با اون چیزی که هستم و شروع کردم به نوعی مادری کردن برای تک تکشون و وقتهای طولانی رو میگذروندم، یعنی 9 ساعت 8 ساعت من با این بچه‌ها میگذروندم، کما اینکه همیشه زیر چشم پارمیدارم در نظر داشتم، کسی که شبیه منه، کارهاش عین خود منه و به من فهموند که میتونم داوطلب باشم و این مسیر تازه‌ای رو توی زندگی یه بار دیگه الان این سوال از شما میپرسم، اگر پارمیدا شبیه کودکی شما نبود، الان شما باز تلاش میکردین برای گرفتن یه بچه دیگه یا نه؟ حتما الان بله. بعد از 2 سال با داوطلب بودم بله تلاش میکردم. روز اول فکر میکردین که به یک خانم مجرد در کشور ما حضانت یه بچه رو بدن؟ نه اصلا نمیدونستم. فکر نمیکرد. بریم با هم یه آیتم رو تماشا کنیم که عزیزان کارشناس راجع به موضوع حرف زدن. اینم موضوع مهمیه چون راجبش اما اگر زیاده دقیقاً و موضوعی که وسواس آدم رو قطعاً مضاعف میکنه. به سرعت با هم ببینیم برمیگردیم. ازدواج نکرده یا یه آقای ازدواج نکرده. خب آیا ما میتونیم یه خانم رو، یه دختری که مثلا سنش رفته بالای 30 سال شده و شانس ازدواجش هم پایین هست یا اصلا دوست نداره ازدواج کنه، به هر دلیل کاری ندارم، آیا ما میتونیم اینو در واقع اون حس مادری که یعنی دارن جنس مؤنث به فرزند به اصطلاح کودکان، آیا ما میتونیم اینو محروم کنیم؟ وظیفه قانونی ماست. ما باید یه مقدار نه که سخت بگیریم، کارشناسی بکنیم اون فرزندخواندگی رو. اینطوری نباشه که شرایط بچه‌ای که اومده اینجا به نحوی تو شرایط بدتری منتقل بشه. من معتقدم که ما باید یه مقدار با ارزیابی دقیق‌تر این کار انجام بدیم. اولا باید خیلی حساب شده، محدود، چارچوبمند و با مشاورات جدی باید این اتفاق بیفته. یعنی نباید خیلی پنجره رو باز بذاریم و اتفاق خیلی سراسری و وسیعش بکنیم. ترجیحاً خانواده‌ای داشته باشیم که اینو به فرزندی دائمی قبول کنه، خیلی بهتر. نشد خانواده جایگزین، نشد باز یه خانم مجرد که حالا میخواد زن مجرد و دختر مجرد باشه، خیلی بهتر از اینکه اون بدون سرپرست باشه. خواهش بکنم از مردم خیر، از همه عزیزانی که دغدغه محرومین رو دارن، دغدغه این بچه‌ها رو دارن، دغدغه معلولین عزیز رو دارن، ما دست همه‌شون رو به گرمی میفشاریم، میبوسیم که بیان تو مجموعه‌های ما و کمک بکنن به بهزیستی. بازم تکرار میکنیم قطعا ایدئال ماجرا اینه که اون قسمت برای شما اتفاق میافتاد، شما ازدواج میکردین، خودتون صاحب بچه میشدین. برای قانونگذار تصمیم گیرنده ایدئال اینه که یک خانواده سراغ این بچه‌ها بیان. در اولویت سوم که میشه بهش فکر کرد، اون حالا به خاطر جنس زنای با احساس کشور ما، تو همه جای دنیا اتفاق میفته واقعا. تازه از یه جاهایی، از یه جهاتی بسیار از ما جلوترن. ما توقع می‌کنیم بریم بچه انتخاب کنیم بلا تشبیه دور از جونشون. بعضیمون فکر می‌کنیم داریم میریم نمایشگاه ماشین.
این مدل بالاتره، این چش روشنه، این چش سبز من خیلی دوست دارم. این که مثلا این ذره سبز است و این اصلا خیلی از جای دنیا اینطوریه. شما ثبت نام میکنید و ممکنه بچه به شدت معلول قسمت شما بشه و در نوبت شما انتخاب بشه و میپذیرنش. این فضایی که به نظرم یه مقداری از اصل و ذات و نیت این ماجرا ما رو دور میکنه. و اولویت سوم یک خانومی مثل شما که خیلی هم علاقه‌مند به ازدواج بودیم ولی نشده، اما دوستان فهمیدن که شما تواناییش رو داری. من فکر می‌کنم تو اون جلسه ها اینو هم بگم، ایشون متولد 29 مرداد 1357 است. شما نمیگفتم بگم. در 29 مرداد 1357 توی ساکی ایشون در خود حیات حرم حضرت شاه عبدالعظیم در جنوب تهران در واقع رها شدن و پدرشون دست نوشته کنارشون گذاشته که توان مالی برای نگه داشتن این بچه رو نداره. من فکر می‌کنم آدمایی که روبروی شما نشستن امضا رو کردن به چند تا چیز فکر کردن. این قصه که شما الان تعریف کردیم چند نفر میدونستن، بین ما و اونها هیچ کس خب خبردار نبود. این که شما مسئولیت پذیرین، این که با حقیقت ماجرای زندگیتون کنار اومدین، این که فهمیدین شما در یک مقطعی نخواستنی بودین، نخواستنتون رهاتون کردن توی حرم رفتن، اما پشدین. بله. اما از روزی که با واقعیت روبرو شدین خواستین که زندگی کنین، اینقدر که برگشتین نقطه سر خط. من یه بچه اینجوری دوست دارم، نگهش دارم و بشم مادرش. و الان خانواده خیلی بزرگی دارم. از همون شیرخوارگاه من یک مادر دیگه پیدا کردم و این مربی عزیز واقعا برای من و پارمیدا زحمت کشیدن. یعنی از ابتدایی که خب به هر حال زیر یک سقف رفتن خیلی سخته. از زمانی که در منزل شروع کردم به نگهداری پارمیدا، ایشون کمک من بودن در مراحل اولیه. اینم خودش نکته مهمی ها، خیلی، چون این حس مادرانه باید باشه. شما داری ببخشید راحت میگم، شما داری مادری رو نمایش میدی. میدونی یعنی یه لحظه دارم فکر می‌کنم که میشه یه نقطه بشه که شما پشیمون شی اصلا میگی خب چرا این کارو کردم، چرا جو گرفتم. هیچ وقت پشیمون نمیشم و هر روزی که میگذره با ایمان و راسختر به این قضیه وفادارتر میمونم و فکر میکنم که این سعادتی بود که خداوند به من داد. امیدوارم که لیاقتشم به هم بده و بتونم تا انتها بهترین مادر براش باشم. و میگم دارم اون کم و کاسیایی هم که دارم از مادرای عزیزی که اطرافم هستن یاد میگیرم که یکیش مادر خونده عزیزمه و یکیش همین مربی زحمتکش خانم شمسی خزلیه. راجع به همه چی حرف زدیم غیر از مادر حقیقی شما. به این فکر کردین جاش بودین چی کار میکردین؟ خیلی سخته برای مادر که بگذر از بچهش. فکر کنیم بهش، یعنی که یه بچه به دنیا میاد توی خانواده‌ای که بضاعت نداره، توانایی مالی نداره. کجا میشه که مادر همچین تصمیمی میگیره؟ قضاوت نمی‌کنم، ولی خیلی ته دلم دوستش دارم. خیلی وقتا دلم براش تنگ میشه. شاید همه سالهای تحویلی که متوجه قضیه خودم شدم دلم براش تنگ شده. روزهای تولدم خیلی دلم براش تنگ میشه. دلتون برای کی تنگ میشه؟ برای مادری که برای مادر واقعیم که بهتون شیر نداده حتی. اشکال نداره، به هر حال 9 ماه من با ایشون زندگی کردم و حیات اولیه رو از ایشون گرفتم. خانم خیلی معذرت میخوام نگم خفه میشم، باور نمیکنم حرفتون رو. خیلی دوستش دارم ولی حس میکنم اون مادرم توی یک لحظاتی تصمیم گرفت که شرایط بهتری رو برای من داشته باشه. شاید هم اصلا خودش نمیدونسته و این اتفاق افتاده. شاید این قضیه فقط به دست پدر من شکل گرفته. نمیتونم قضاوت کنم راجع بهشون. فقط میدونم ته دلم ازشون بدم نمیاد. در رابطه با پارمیدا اوایل که تو لیست فرزندخوندگی رفته بود و خود من واقعا نمیدونستم که امکانش هست که بتونم این بچه رو داشته باشم یا نه، اومدم یه کاری کردم. اومدم و هر آنچه که حسرت داشتم در رابطه با اون تو همون سن انجام دادم. حسرت داشتم سال تحویل لباس عروس بپوشه کنارم باشه تو همون شیرخوارگاه. حسرت داشتم که باهاش بخندم، حسرت داشتم ببرمش بیرون و هیچ لحظه‌ای رو از این بچه دریغ نکردم. کما اینکه در کنارش بودم و کسایی که مراجعه می‌کردن و
فرزند میخواستن، به هر حال خود منم سعی میکردم بهترین ها رو برای پارمیدا انتخاب کنم. یعنی خب شاید مادر منم همین بوده، شاید اون لحظات انقدر ناچار بوده و سعی کرده که بهترین رو برای من انتخاب کنه. بهشون حق میدین؟ آخرین سوالم راجع به این موضوع. به پدر و مادرتون حق میدید؟ الان که بزرگ شدین، بالغ شدین، عاقل شدین. میگم اگر تفاوت بین شرایط فعلی و شرایط بهتر باشه، آره حق میدم. چون خودم هم در رابطه با پارمیدا همین قضیه رو داشتم. خود من هم میتونم بگم 2 ماه خیلی بهم سخت گذشت. اون 2 ماه تمام کسایی که می اومدن و این بچه رو میخواستم برای پذیرش، من حق میدادم و حتی یک بارم رضایت دادم، چون یک خانواده بسیار مرفهی بودن و هر دو چشم پزشک بودن. شما مرفهین؟ بسون خوبه؟ نه، من فقط عاشقشم. دعوتش کنیم بیاد به نظرم، چون زمانم خیلی کوتاهه. چقدر زمان داریم بچه‌ها؟ الان 13 دقیقه است، میگین 1 دقیقه. ولی خب در نهایت این قضیه نشد. من رضایت دادم ولی اونا انتخاب نشدن. بفرمایید. فکر کنم که اون خانومی که شما خیلی دوستشون دارین که برای پارمیدا مادری هم کردین، فکر میکنم الان با گریه زاری احتمال داره بیاد ها. بفرمایید. سلام خانم، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون از محبتتون. چه گریه‌ای می‌کردون، پشتن داره میخنده. خیلی خوش اومدین. خوبی شما؟ خیلی ممنونم. بفرمایید، زحمت کشیدین. با اجازهتون. ممنون. خانم بشینید که زمانمون خیلی کوتاه است. خب خانم چطوری شما؟ چقدر راجع به شما ما حرف زدیم؟ خانم شما اینو حتما یادش من دستو دماغش نکنید دیگه. خب اینم موجودی که شما عاشقشید. نمیتونم بگم بچم استرس داره، چون تو همین سنش بازیگره. واقعا؟ بله، یک سریال بازی کرده و این کاری که میکنه. جونم ماما الان میری. با اومدنش زندگی شما چه فرقی کرد؟ یعنی میتونم بگم با وجود تمام مشکلاتم حس میکنم دیگه هیچ مشکلی ندارم. حس میکنم همه دنیا رو دارم باهاش و تمام زندگیمه. باشه جوری شاید اون گذشته‌ای که خودتون فهمیدین رو ترمیم کردید ها؟ انگار اون خلأ پر شد. بله پر شده و خیلی از حسرتایی که خودم داشتم دوست دارم بچم نداشته باشه هیچ وقت. مثلا چی؟ خودم خیلی دوست داشتم موقعی که بچه بودم، به دلیل اینکه توی یک خانواده جوونی من نرفته بودم، به هر حال خیلی از بازی کردنها، خیلی از فرصت‌هایی که برای یک بچه تو این سن هست و دوست داره فقط بدوه، هیجان داشته باشه، اینها رو من خیلی کم داشتم، خیلی کم برام بود. شما میتونستید پارمیدا رو نیارید، اما شما دوست دارین هویت خودش رو بدونه. خیلی ممکنه بگن این کارو نکن. کاملا دوست دارم هویتش رو بدونه. من و پارمیدا همیشه در لحظات خاص در شیرخوارگاه حضور داریم، در آمنه هستیم. الانم این 30 شب ماه رمضان در آمنه هستیم و من داوطلبا رو ثبت نام میکنم. روزهای سال تحویل، اعیاد عزیز، شبهای قدر، تمام این روزها رو من و پارمیدا در کنار همجنس‌های خودمون هستیم و امیدوارم پارمیدا هم هیچ وقت فراموش نکنه. یه قول خوب بدین دیگه. به نظرم براش بابام بیارین دیگه. انشالله. دعا کن مامان. دعا کنه؟ آره چون دعا میکنه همیشه. خیلی خوب. خیلی ممنون. خدا رو شکر که حالتون انقدر خوبه. خدا رو شکر که با حقیقت قصتون کنار اومدید. از اون بنبسته به یک بیداری و یک گشایش بزرگ رسیدین و دارید انقدر محکم و استوار زندگی میکنین که میتونین زندگی ساز برای دیگران هم باشید. آفرین. باید شما رو تحسین کرد واقعا. ممنونم. بیا آرزو کنید. میخوام شما حرف بزنید و خداحافظی کنید به سرعت. من فقط در این لحظه از همه مردم خوب کشورم تشکر میکنم که تو هیچ لحظه‌ای هیچ کدوم ماها رو تنها نمیذارم. من خودم به عینه دارم میبینم، حالا در قالب داوطلب، خیر، عزیزانی که هستن سعی میکنن که به ما بفهمونن ماها فقط یک پدر و یک مادر نداریم جونم، بلکه یک خانواده‌ای داریم که به وسعت ایران عزیزه.
بسیار خب زمان نداریم و هیچ کس از گذشته‌ش هم خجالت نکشه آقای علی. ولی خواهش میکنم یه تربیت خوب داشته باشیم براش دیگه. ما که از مکتب دایورت استفاده میکردن پدر مادرمون بعضی موقع، الان نوزاد به دنیا نیامده دنبال آیپد میگره تو بیمارستان بیاد بیرون. خیلی مخلصیم، ماهتون عسل. خدا حافظ تا فردا.